دوستان سلام. نظام ولایت فقیه نگو، پیچستان بگو. پیچستان نگو، قاطستان بگو. از یه طرف ولی فقیه عربده میکشه، از یه طرف شیخ فری ناله میکنه، از اون طرف دلواپسا تیغ میکشن، بعد از یه طرف دیگه دلاراما نقنق میزنن. خلاصه این که تو این وضعیت قراشمیش سگ صاحبش نمیشناسه. مثلا شیخ فری که تا دیروز از پیشرفت اقتصاد و کاهش نرخ تورم اینا دم میزد، یهو انداخت تو جاده خاکی و اعترافی کرد که باعث شد یه فیوز نظام بپره. این تحریم مثل یک بیماری میمونه که اولش خب طرف میگه چیزی نیست، اینا میریم به هر حال یه کوچولو تب میکنه، میگه نه حالا صبح میریم سر کار، تب کوچولو مهم نیست. ادامه پیدا میکنه تا میندازدش. وقتی افتاد رفت بیمارستان و دیگه نمیتونه تکون بخوره. حالا بیا با چه مصیبتی باید اینه درستش کنی به جای اول برگردونی. تحریم ظالمانه‌ای که بر ملت ما تحمیل کردند که بعضیا در آغازش معناش نمیدونستن چی هست، قدم به قدم مشکلات رو بیشتر و بیشتر کرد. داره به عنتری نژادی سابق میگه بفرمایید اینم از جسم آشلاش نظام، اینم از آخر عاقبت تحریمایی که قرار بود فرصت باشه، اینم از قدنامدون طرف حسابا که قرار بود پاره بشه. ته خدم منظورش این بود که این جنازه جز با زهرخوری سر پا نمیشه. شیخ فری تو حرفاشم یه نیش مختصری به دلواپسا زد. البته این بار دست به عصاتر از همیشه بود. این که ما میگیم تحریم ظالمانه از بین بره، بعضیا چشماشون زیاد نچرخه وقتی این حرفا رو میشنون. تحریم ظالمانه باید از بین بره تا سرمایه بیاد، تا مسئله محیط زیست حل بشه، تا اشتغال جوانها حل بشه، تا صنعت جامعه حل بشه، تا آب خوردن مردم حل بشه. شیخ فری همون شیخ فریه، دردش هم همون درد بیدرمونه. فرقش اینه که بعد از هارت و پورتای علی گدا همچی بفهمی نفهمی زبونش کوتاه شده. حالا بریم سراغ دلواپسان نظام که این روزا یه هوا دم در بردن و از این حرفا میزنن. الحمدلله سایه ایشان بر سر ملت است، وگرنه این جماعت خوابنما استعداد این را دارد که خمینی بتشکن را طوری تحریف کنند که بگوید اشتباه میکنید، امام آمریکا را فرشته بزرگ میدانست نه شیطان بزرگ. شک نکنیم بهانه هسته‌ای پنجره‌ای برای ورود به توانمندی‌های نظامی است. فشار در منطقه و چانه‌زنی در مذاکرات به صورت گازنبری و تکمیل سناریوی مثلث سعودی آمریکایی و صهیونی برای فشار به جمهوری اسلامی در جمهوری اسلامی است. بله، همین مصیبت‌ها به خاطر همین وضعیت مچاله ولایت علی گدا به صورت گازنبری گیر کرده و راه پس و پیش براش نمونده. تو این اوضاع دلنگون تنها استراتژی عظما اینه که بگه از این ستون به اون ستون فرجه. مهلت پایان مذاکرات 30 ژوئن برابر با 10 تیر است، ولی سید عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران گفت که ایران مقید به زمان نیست و در پی توافقی خوب است به طوری که ایران به اهداف و خواسته ها و حقوق خود برسد. زکی سر تشتک تیم مذاکره رو باش. 3 هفته مونده به ضرب الاجل میگه ما در قید زمان نیستیم. خب یهو بگو آینده تیره و تاره، بسیجی ها رو خلاص کن دیگه. زیاد دلتو به قید زمان خوش نکن، زمان به ضررته. شمارش معکوس خیلی وقت شروع شده، 0 که بشه بوم 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 بوم.